سلام بینندگان عزیز، امروز ما به شما دایر به مسئله های انتخاباتی در پیش ایستاده صحبت کردنی هستیم. مسلم است که با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 4 دکبر سال 2024 تحت رقم 882 انتخابات مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و انتخابات وکیلان به مجلس‌های محلی وکیلان خلق و جماعت باید برگزار گردد. راجع به مسئله‌های نظام کمیسیه‌های انتخابات وکیلان به مجلس‌های محلی وکیلان خلق ما صحبت آراستنی هستیم. هم صحبت من یوسفبک شادمانبک، عضو کمیسیه مرکزی انتخابات و رایپرسی جمهوری تاجیکستان حضور دارند. می گفتید که در انتخابات وکیلان به مجلس‌های محلی وکیلان خلق کدام نظام کمیسیه های انتخابات فعالیت می کنند؟ پیش از همه قید کردن ضرور است که اساسهای حقوقی انتخابات وکیلان با مجلس‌های محلی وکیلان خلق را کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان و قانون کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان درباره انتخابات وکیلان با مجلس‌های محلی وکیلان خلق تنظیم نماید و برای برگزار نمودن انتخابات وکیلان محلی پیش از همه کمیسیه های مخصوص، یعنی نظام کمیسیه های فعالیت میکنند که این کمیسیه ها از بین قشره های گوناگون اجتماعی انتخاب میگردند و در برگزار نمودن انتخابات یعنی سهم خود را میگذارند و پیش از همه قید کردن ضرور است که در تشکیل انتخابات مجلس‌های محلی وکیلان خلق کمیسیه های زیرین فعالیت میکنند. کمیسیه انتخابات مجلس‌های وکیلان ولایت مختار کوهستان بدخشان، ولایت ها، شهر دوشنبه و شهر و ناحیه ها و در زیر ساختار این کمیسیه یعنی کمیسیه های حوزه های انتخاباتی ولایتی برای انتخابات وکیلان مجلس‌های وکیلان ولایت شهر دوشنبه و برای انتخابات مجلس‌های وکیلان شهر و ناحیه ها یعنی در حلایدگی در هر شهر و ناحیه کمیسیه های ناحیوی که تأسیس یافتند آنها باز در نوبت خود کمیسیه های حوزوی انتخاباتی را تشکیل میکنند و این کمیسیه ها یعنی در برگزار نمودن و تشکیل نمودن و برگزار نمودن و جنبست انتخابات یعنی اشتراک میکنند و فعالیت میکنند. همین ترتیب تشکیل کمیسیه های انتخابات چگونه صورت میگیرد؟ عموما در گذراندن انتخابات قانون کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان درباره انتخابات وکیلان با مجلس‌های محلی وکیلان خلق یک ترتیب مرحله‌ای عمل میکند. همون مرحله تقویمی مطابق طلبات قانون یعنی خیلی مهم است و خیلی ضرور است. وقتی که ما درباره همون مرحله اول گپ میزنیم یعنی بعد تعیین انتخابات الکی مرحله تاسیس کمیسیه ها شروع میشد و کمیسیه اولی که تاسیس مییابد این در اساس ماده دوم قانون کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان درباره انتخابات وکیلان با مجلس‌های محلی وکیلان خلق یعنی کمیسیه های ولایتی شهری ناحیوی از طرف مجلس‌های وکیلان خلق شهر ناحیه دخلدار ولایت ها تأسیس می‌یابند. هیئت این کمیسیه با پیشنهادهای رئیسان دخلدار ولایتی شهر ناحیوی پیشنهاد میشد و مجلس‌های محلی وکیلان شهر و ولایت آنها را انتخاب می‌نماید. یعنی کمیسیه های انتخاباتی ولایتی شهری و ناحیوی تأسیس داده می‌شود و کمیسیه های حوزوی و اوچسکوی انتخابات را که ها تأسیس می‌دهند از جانب کدام مقام تأسیس داده می‌شود؟ بعد از آن که این کمیسیه یعنی کمیسیه ولایتی و شهری و ناحیوی تأسیس می‌یابد از جانب کمیسیه ولایتی و شهری ناحیوی کمیسیه حوزوی تأسیس می‌یابد. اینجا یک چیز دیگر مهمتر است، چرا که پیش از تأسیس کمیسیه حوزوی اول حوزه‌های حدودی برای انتخاب
وکیلان معین می‌گردد، تشکیل می‌یابند، حوزه‌های حدودی تشکیل می‌یابند و در اساس تشکیلیابی حوزه‌های حدودی یعنی کمیسیه‌های حوزوی تأسیس می‌یابند که این کمیسی‌های حوزوی از طرف کمیسیه‌های انتخاباتی ولایت مختار کوهستان و بدخشان، ولایت‌ها، شهر ناحیه تأسیس می‌یابند. و اینجا باید من یک چیز را قید کردن ضرور است که چرا که درباره مرحله‌های دیگر جریان انتخابات اکنون هنوز یعنی موافق نقشه تقویمی هنوز در پیش است و این مرحله‌های الکی فعالیت کرده ایستادند و حوزه‌های حدودی الکی معین شدند و من بعد اکنون در مرحله‌های دیگر یعنی مرحله‌های دیگر انتخاباتی یعنی عملی می‌گردند. در حقیقت استاد خیلی که شما قید کردید نظام کمیسی‌های انتخابات برای گذرانیدن انتخابات وکیلان به مجلس‌های محلی وکیلان خلق و اینچنین انتخابات وکیلان جماعت عادتاً در جمهوری تاجیکستان در یک وقت صورت می‌گیرد و برای گذراندن انتخابات وکیلان جماعت چنین نظام کمیسی‌های انتخابات تأسیس داده می شود و همین دو کمیسیه انتخاباتی که در گذرانیدن انتخابات وکیلان جماعت فعالیت میکنند تمام جریان انتخابات را تشکیل میکنند و تمام جریان انتخابات را نظارت میکنند. این کمیسیه انتخاباتی جماعت می باشد و کمیسیه حوزوی وکیلان جماعت می باشد. برای تشکیل کردن و گذراندن انتخابات جماعت کمیسی‌های جماعت نه دیرتر از 5 روز تعیین انتخابات در هیئت از 7 تا 13 نفر در هیئت رئیس، معاون رئیس و کاتب کمیسیه تأسیس داده می شود و اعضای آن انتخاب کرده می شود که این معیار در ماده 32 قانون جمهوری تاجیکستان درباره مقامات خودادارکنی شهرک و دهات ذکر گردیده است. اساساً گذراندن انتخابات وکیلان مجلس جماعت را قانون جمهوری تاجیکستان درباره مقامات خودادارکنی شهرک و دهات به تنظیم می‌دارد و پورا تمام وکالت‌ها و تمام آن نظام کمیسی‌هایی که باید در گذراندن وکیل جماعت اشتراک کنند در همین قانون درج گردانیده شده است و قانونگذار در ماده 33 قانون جمهوری تاجیکستان درباره مقامات خودادارکنی شهرک و دهات وکالت‌های کمیسیه جماعت را معین می‌کند. یعنی با کمیسیه جماعت را مجلس جماعت تصدیق میکند، تشکیل میکند و کمیسیه انتخاباتی وکیل جماعت کمیسیه‌های حوزوی انتخاباتی وکیل جماعت را تصدیق میکند. برای همین کمیسیه انتخابات جماعت دارای چنین وکالت‌ها میباشد که اجرای قانون مذکور را در سمت انتخابات نظارت میکند، تطبیق یکخیله آن را در حدود جماعت تشکیل میکند. حوزه‌های انتخابات را با در نظر داشتی شماره انتخاب کنندگان در حدود شهرک و دهات مطابق همین قانون تشکیل میکند و به آنها نامگذاری میکند، به آنها رقم گذاری میکند و اینچنین تشکیل حوزه‌های انتخابات برای انتخابات وکیلان جماعت نه کم از 15 و نه زیاده از 40 حوزه انتخاباتی باید تشکیل کرده شود. یعنی قانونگذار معین کرده است که برای گذراندن انتخابات وکیل جماعت در هر یک جماعت شماره حوزه‌های انتخابات از 15 کم نباشد و از 40 زیاد نباشد. بله، از 40 زیاد نباشد. اینجا یک چیز خیلی ضرور است روشنی باید اندازیم که همین نسبت دیگر مقامات انتخابی در مقامات جماعت یعنی دو کمیسیه فعالیت میکنند. دو کمیسیه یعنی اگر در انتخابات مجلس های وکیلان ولایت و شهر ناحیه 3 کمیسیه عمل کرده باشند عمل میکنند، در اینجا دو کمیسیه یعنی وظیفه کمیسیه چسکوی رو در این انتخابات کدام کمیسیه اجرا می نماید؟ بله، مسلم است که ما پیشتر گفتیم که برای گذراندن انتخابات وکیل جماعت در نظام کمیسیه انتخاباتی وکیل جماعت دو
کمیسیه فعالیت میکند، کمیسیه انتخاباتی جماعت و کمیسیه های حوزوی جماعت. مسلم است که فرقیت انتخاباتی وکیل جماعت در نظام تشکیل نظام کمیسیه های انتخاباتی از دیگر مقامات های نمایندگی فرق دارد. کمیسیه های حوزوی انتخاباتی وکیل جماعت در گذرانیدن انتخابات وکیل جماعت نقش کمیسیه های اوچسکوی انتخابات را تشکیل میکنند، یعنی وکالت های آنها را کمیسیه های حوزوی انتخابات وکیل جماعت اجرا میکند. یعنی در گذراندن انتخابات وکیل جماعت کمیسیه اوچسکوی انتخابات وکیل جماعت تاسیس داده نمیشود و نه همون ترتیب دادن روی خط انتخاب کنندگان، از جای و مکان جایگیرشوی حوزه های انتخاباتی خبردار کردن اهالی. بولتن نمونهش مقرر شده انتخابات را تصدیق میکند و کمیسیه های حوزوی انتخابات را با بولتن های انتخاباتی تامین میکند. این کمیسیه وکالت کمیسیه انتخاباتی جماعت می باشد. وکیلان انتخاب شده را به قید میگیرد، نتیجه انتخابات را در جماعت جنبست میکند، همچنین عاید به جنبست انتخابات به اهالی و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی محلی خبر میدهد و عموما حجت های وابسته به گذراندن و تشکیل انتخابات را تهیه میکند. عرض و شکایت ها را دایر به مسئله های انتخاباتی وکیل جماعت میشنود، بررسی میکند و عاید حل و فصل این مسئله های بررسی گردیده در دایره صلاحیت خود قرار قبول میکند و بعدا مطابق سندهای معیاری حقوقی وکالت های دیگر را نیز وابسته به مسئله های انتخابات به اجرا میرساند. میخواستم درباره آن صحبت داشته باشیم که وقتی که کمیسیه های انتخاباتی تشکیل کرده شدند، وقتی که کمیسیه های انتخاباتی عاید به انتخابات وکیلان به مجلس های محلی وکیلان خلق، من گفتم کمیسیه انتخاباتی ولایتی شهری ناحیوی تاسیس می‌یابد. وکالت های آنها از چی عبارت است؟ می‌خواستم درباره وکالت هایی که قانونگذار معین کرده است وابسته به همین کمیسیه ها یک دو سخن کردید. در حقیقت همین سه کمیسیه عمل کننده که در برگزار نمودن انتخابات فعالیت می‌نمایند، اینها هر کدامشون وکالت های معین خودشان را دارند و قانونگذار وکالت‌هاشون را معین نموده است. از جمله کمیسیه های انتخاباتی مجلس های وکیلان خلق ولایت مختار کوهستان و بدخشان، ولایت ها شهر دوشنبه، شهر نویا چنین وکالت را صاحب است. پیش از همه اجرای یک خیله قانون کنستیتوسیونی را در حدود خودش یعنی نظارت میکند و تامین میکند. دوم، حوزه های انتخاباتی را موافق شماره انتخاب کنندگان و مندات های وکیلی تأسیس می‌دهد و بعداً با نامزدهایی که پیشبری میشن برای تبلیغات و تشویقات شرایط برابر را فراهم می‌آورد و مبلغ‌های انتخاباتی را به کمیسیه‌های حوزوی و کمیسیه‌های چوسکوی یعنی تامین می‌نماید و از روی شکل مقرر شده کمیسیه مرکزی انتخابات و رای‌پرسی جمهوری توستان بولتن را تیار میکند و از روی شکل تصدیق شده پروتکل ها و دیگر حجت ها یا ورقه های انتخاباتی را برای کمیسیه های پایانی حوزه های انتخاباتی و اوچسک‌های انتخاباتی تامین می نماید. عرض و شکایت نامزدها و عموما سوبیکت های انتخاباتی را عرض و شکایتشان را مورد بررسی قرار می دهد. یعنی عرض و شکایت هایی که از طرف نامزدها یا سوبیکت های انتخاباتی از بالای کمیسیه های پایانی یعنی پیشنهاد میشن، کمیسیه انتخاباتی ولایتی شهر نوی آنها را مورد بررسی قرار میدهد. غیر از این در حوزه نتیجه انتخابات جنبست میشد، پروتکل هان در آخر بعد حوزه به کمیسیه ولایتی و شهری نوی وارد میگردد و او پروتکل را جنبست میکند و به وکیلان انتخاب شده شهادتنامه وکیلی را میسپارد. البته در این مورد باید ذکر کرد که چطوری که شما قید کردید که هر یک کمیسیه های انتخاباتی دایر
доир ба интихоботи мақомотҳои намояндагӣ дорои ваколатҳои худ мебошанд ва дар доираи ваколатҳои худ, дар доираи салоҳияти худ қарор қабул мекунанд ва дигар ваколатҳое ки инҷо номбар кардед онро ба иҷро мерасонанд ва ҳамзамон дар гузарондани интихоботи вакили ҷамоат ҳам қонунгузор барои комиссияҳои ҳавзавии интихобот чунин ваколатҳоро муқаррар кардааст. Масалан, комиссияи ҳавзавии интихобот гуфтем ки нақши комиссияҳои участкавиро ташкил мекунанд, яъне ки мебозанд. аз инҷост ки рӯйхати интихобкунандагонро гуфтем тартиб медиҳанд, интихобкунандагонро бо рӯйхати интихобкунандагони ҳавзаи интихоботӣ шинос менамоянд ва номзадҳоро ба қайд мегиранд, аҳолиро дар бораи ҷой ва вақти баргузории интихобот хабардор мекунанд, рӯзи овоздиҳиро ташкил мекунанд ва инчунин бинои овоздиҳӣ ва қуттиҳои овоздиҳиро дар участкаҳои интихоботӣ ташкил мекунанд ва тамоми шароитҳоро барои интихобкунандагон дар рӯзи овоздиҳӣ дар участкаи интихобот муҳайё мекунанд ва овозҳои интихобкунандагонро дар ҳавзаи интихоботӣ ҳисоб мекунанд ва дар доираи салоҳияти худ қарор қабул мекунанд ва қарорҳои онҳо дар шакли протокол ба расмӣ дароварда мешавад ва ба комиссияи интихоботи ҷамоат месупоранд ва пешниҳод мекунанд ва дар навбати худ комиссияи интихоботи ҷамоат тамоми раванди интихоботро овоздиҳиро дар ҳудуди ҷамоат ҷамъбаст мекунад ва аз натиҷаи ҷамъбасти интихобот ба аҳолӣ ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ чикор мекунад? ахборот манзур менамояд ёки пешниҳод мекунад. хуб, мо гуфтем ки интихоботи вакили ҷамоат ва вакилон ба маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқ ҳамашон дар асоси як принсипи умумӣ, баробар ва бавосита озод ва пинҳонӣ сурат мегирад ва дар гузарондани ҳамаи интихоботҳои мақомоти намояндагӣ ана ҳамин принсипҳо бояд ки ҳатман таҳти амалӣ гардонда шавад. хуб, бинандагони азиз, имрӯз мо дар доираи мавзӯи ташкили интихоботи вакилон ба маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқ, марҳилаҳои аввали фаъолияти комиссияҳои интихоботии ин мақомоти намояндагӣ, яъне мақомоти маҳаллии вакилони халқ ва ҷамоатҳоро ба шумо баррасӣ кардем ва марҳилаҳои дигари интихоботи вакилон ба маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқ ва ҷамоатҳои деҳот идома доранд ва мин баъд боз дар ин марҳилаҳо бо шумо суҳбат хоҳем кард. саломат ва сарбаланд бошед.